it's a many steps in the process. کارشناسان بانک جهانی بریفینگی آنلاین با نام کووید-19 در آسیای مرکزی، کمبیزاعتی و تأثیر اجتماعی اقتصادی را تشکیل کردند که در هفته آن کارشناسان تأثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصادیات و تأثیر اپیدمی را محاکمه کردند. هنگام گفتگو با روزنامه‌نگاران، کارشناس بانک جهانی عاید به آسیای مرکزی، اقتصادچی ویلیام زیتس تأثیر پاندمی به بازار مهنتی آسیای میانه را بهاگذاری نمود. ما کوشش داریم که به قدر امکان معلومات بیشتری پیدا نماییم. این نشان دهنده های پیشگویی می باشند تا ببینیم که بازار مهنت به کدام سمت روانه است. ابراز نمود کارشناس. Who were in a situation where they had their income decline. با عقیده زیتس یکی از معیارهای اساسی این شماره جایهای کاری خالی می باشد. در ازبکستان سامانه اینترنتی مشهور آماری را نشر کرده است که شماره جایهای کاری گشوده نسبت سال گذشته به 75% و در بعضی ساحه‌ها باشد تا 90% کاهش یافته است. وضعیتی همانند در تاجیکستان و در قزاقستان نیز مشاهده کرده می شود. نقل نمود کارشناس. زیتس پیشگویی کرده میگوید که بازار مهنتی در آسیای میانه به زودی برقرار نخواهد شد. Darimizda shu pandemiyaning mehnat bozoriga birinchi navbatda salbiy ta'sir yumshashi bo'yicha یادرس میکنیم که تنها در ازبکستان طبق معلومات وزارت مهنتی جمهوری از اول карантин شماره بیکاران الکی به 600,000 نفر افزوده به 2 میلیون نفر رسیده است. کارشناسان اظهار نگرانی میکنند که در کشورهایی که شرایط اقتصادیشان بد است، عاقبت‌ها میتواند خیلی جدی باشد. That these really crucial programs, like social assistance programs, are safeguarded and even expand to respond to increases in need.